تمام کاربران فیسبوک و از دوستان عزیزان میدونن که بعدیانی که بختیار از خوابشون یک قصه کردن. خب دشمنان این صحیفه زندگی بختیار رو استفاده کردن و تا اندازه مشکلیش پیش آوردن، ولی عقل سالم در همه جا غلبه میکند. عاقبت فهمیدن که خواب جنایت نیست. مثلا من اهورامزدورم خوب میبینم زردوشت دارم، این نشانی آن است که مرا با محکمه بکشند. مثلا جانسون رئیس پارلمان پالاتای پایانی امریکا 6 ماه پیش گفت که من حضرت عیسی رو خواب دیدم، موسی رو خواب دیدم و گفتن که اخلاق در امریکا تا حد شده است که دیگر مرد رو از زن، زن رو از مرد فرق نمیکنیم. یعنی وقتی که در امریکا رئیس پارلمان از خوابش قصه کرد، همه درست فهمیدن. واقعا همین خواب ها در مردم شرق اهمیت دارن. ما هزار قصه میدونیم که مثلا خواب ها رحمانی میشوند، خواب ها شیطانی میشوند، خواب ها طبیعی میشوند و کسی که در مورد خواب معلومات ندارد، من خواهش میکنم رحمتی جمعه خانی حاتمی یک کتابی رو ترجمه کرده است با نام کامل التعبیر. یعنی چون ما مردم شرق هستیم، ما مردم دیندار هستیم، ما مردم خداپرست هستیم و خواب ها بیوسته ما هم اعتقاد داریم و ارج میگذاریم و از روی عقل مناسبت میکنیم. به همین خاطر این موضوع از صحیفه انا کمی تیره دکتر بختیار زدوده شد. مردم فهمیدن، اندیشه ها در این مورد مختلف بود و عاقبت حق به اقدار رسید. خب در مورد باز فعالیت دکتر بختیار همین را میگویم که این جایی که ما صحبت کرده ایستاده، این یگان بیمارخانه دولتی نیست. این درمانگاه خودی بختیار شایف است در شهر وحدت که صحبتمون حالا پیرامون این صورت میگیرد. در مورد تاریخ بنیادی این درمانگاه میرویم به بیرون. من اکنون بینندگان ارجمند، این درمانگاهی است که بیشتر از 10 سال است پای بنیادش بختیار زحمت میکشد، همت میگذارد، از بانک ها قرض میکند، با دوستان مشورت میکند. خب در مورد بنیاد این درمانگاه، بله، ما بنیت ایجا رو خواستیم عبود کنیم و درمانگاه بسازیم. شاگردان از همین اویلوهایی که میخواهد پیشروی کند هست، پسر و دخترایی که لیاقتمند هستند اما امکانیت ندارند. انا ما میخوایم که همین کودک ها رو آهسته آهسته همین درمانگاه رو بالا برداریم و همین کودک ها رو دستگیری کنیم، خوانونیم و خارج روان کنیم و متخصص کنیم و آینده به تاجستان گشته آمده کار کنند و کدام آنها رو باز ما هنرهای خودمان رو آموزانیم. ما همینجا رو از حساب یاردم، از حساب قرض از بانک ها، از حساب کارهای خودمون آهسته آهسته برادران خشتباران آهسته آهسته دوام اینا 10 سال شد که آباد کرده است. در یک صحبت گفتی که میخواهم که آرزو دارید که یک سمینار دایر کنید تمام ستون مورشناسانی تاجیکستان حتی خارج کشور رو اینجا دعوت کنید. حالا هست این یا؟ بله، ما چندین بارها در دیگر مملکت های ازبکستان، روسیه و دیگر جا رفتیم، با دیگر متخصصان وا خوردیم و در اونجا دیدیم دیگر متخصصان رو با اونها همکاری کردیم، تجاوزی کردیم و آرزو داریم که ما اون متخصصان رو به اینجا دعوت کنیم به تاجیکستان و خلق ما توانم باز از دیگر متخصصان
بیان توبت گیرند و دیگر شاگردها از متخصصانی که تجربهشون کلان هست باز یگانش بیاموزند. احساس کردین که در چند همایش‌های طبیبان مردمی شما اشتراک کردید و دانش شما تخصص شما کامل شد، یعنی از خودتان باز دانشمندتر، پرهنرتر، متخصص سطح بلند از اونها چی گرفتید شما؟ بله، وقتی که ما در اونجا اشتراک میکردیم اونها از ما چیزی میآموزندن، برای که هنری ما که داریم اونها ندارند و چیزی که با ما از اونها میآموزیم یکدیگر پورا میکنه؟ یکدیگر رو پورا کردیم. بله، یعنی که این چیز اهمیت داره. هنرهایی که ما داریم در ما هست، در اونها نیست. دکتر طاهری سال گذشته بود یا کمی سال بود یک همایش کرد، اشتراک داشته؟ بله. اونجا کیا بودن؟ در اونجا از ازبکستان آمدگی بودند، از روسیه آمدگی بودند، از قرقیزستان آمدگی بودند، طیبای خلقی بودند. با اونها ما در ناحیه عینی وا خوردیم، در اونجا کنگرس شد و از یکدیگر بله. دکتر طاهری برای شما کیست؟ دکتر طاهری برای ما استاد است. استادی یکی از بهترین است که وی با ما هم راه نشان داد، هم هنر نشان داد. در سطح زندگی من بسیار کارهای نیک رو انجام دادن. یعنی به طریق رسمی حالا شما این درمانگاه رو نکشیدید، نه؟ حالا فعالیت دارد ولی کامل نشد، تمام نشد، ختم نشده است، نه؟ بله. ختم نشده است. چرا مثلا شما اینقدر خاکسار هستید؟ مثلا امکان هست که مثلا در یک از برنامه‌های سفری جناب عالی وارد شود از جانب شهر وحدت و در سطح خیلی بلند معرفی شود و شاید این توجه حکومت شود که یک فرد، یک شهروند، یک دختری مردمی در آبادی دیارش، وطنش سهم دارد و با همه قرض و قباله ها و با همه زحمت های زیاد و با همه خشونت و دشمنی ها، ولی باز در پای بنیاد یک درمانگاه در وطن خردش شهر وحدت است. ما چنده که متخصصی خوبم باشیم و دیگر مملکت ها که می رویم، متخصص خوب باید در وطن خودش باشد، باید به خلق خودش یاردن کند و چی پیشروی که کردنی است باید برای خلق خودش کند. برای همین ما آرزو داریم و میخوایم که همین درمانگاه رو ما آباد کنیم و برای خلق خودمون خدمت کنیم. در گوشه دل هست که جناب عالی بسیار یک انسان خاکسار هستند. شاید در یک از سفرهاش به شهر وحدت مثلا بعدی چند سالی که شما ختم میکنید، یک سال دو سال دیگر بیایند و یک دعای پدرانه بدهند. شاه سایه یزدان پاک است. اگر این کار شود، پای قدم شاه سایه خدا در اینجا برسد، اینجا آباد می شود، برکت کلان می آرد. و کجایی که شاه قدم ماند، آبادی اونجا می رود. ما آرزو داریم که در آرزوهایمون هست که همین کار عملی شود. اکنون می رویم بعد واردی درمانگاه ببینیم که اگر دکتر بختیار بیماری رو دعوت کرد، در داخل این درمانگاه چی شرایط است؟ از زبان خودش میشنویم. اینجا درمانگاه ما هست. در اینجا 10 تا اتاق هست. 10 اتاق؟ بله. که هر یک اتاق با 3 کت تامین است. شخصانی که از راه دور هستند میتوانند در همینجا در این درمانگاه ایستند و توبتشون گیرند. تو چند شب و روز میستن اینجا؟ هر یک نفر 10 روز توبت دارد. بله. اینجا سن‌اوزیلش هم درست. یعنی هم اینجا دوش هست، خانه هست. همچنین یک اتاقی که مثلا یک پالاتی که در بیمارخانه دوشنبه هست اینجا هم هست. اینجا هست. شرایط همه خوب هستند. یعنی در 10 همین خیلی اتاق میتوانند که
нафарон эҳтиёҷманд беморро шумо қабул кунед. бале, касоне ки мехоҳанд аз раҳ дур ҳастанд инҷо биистанд. бале, бале. касоне ки мехоҳанд ки акнун табобат бигиранду бираванд, куҷо қабул мекунем онро? Дар ошонаи якум ҳаст. меравем. Марҳамат. хуб, инҷо инҷо утоқи кори ман аст. Дар инҷо беморро қабул мекунем. хуб, бемор омад. инҷо Инҷо ташхис мешавад. ташхис мешавад. Инҷо кати корӣ. як ваи дигарро мехостам ба бинандагон бирасонам ки ман чанд бор шоҳид будам ки ҳар беморе ки меояд ҳатман шумо томография мепурсед ва мебинед ки агар зури шумо мерасад ё ки имконияти табобат ҳаст, мегӯед ки ина ман метавонам. кадар мешавад ки ба ҷарроҳӣ ниёз дорам, ба ҷарроҳӣ яъне ки тавсия медиҳед. ҳаминтур аст? бале, ҳар як беморе ки меояд ҳатман мо ба томография равон мекунем. ҳатман барои он ки томография дар ҳақиқат нишон медиҳад. Дар он ҷо дида мешавад иллати сутумра муаллим аст. бале, ки ҳаминро табобат карда мешавад ё намешавад, ё ки ин касро ба ҷарроҳӣ равон мекунем. агар бинем ки ба ҷарроҳӣ шавад, мегӯем ки шумо ба назди ҷарроҳ равед, равон мекунем ба духтурои ҷарроҳ. бинем ки бо маҳси мануалӣ ва бо маҳси нуқтавӣ табобат мешавад, онро мо ба табобат мегирем. мебинам силсилаи сипосномаҳову меҳрномаҳоро ин дар муддати чанд соли фаъолияти шумо? бале, ин хуб аст. яъне инсон вақте ки қадрдонӣ мешавад, инсон вақте ки хидмати инсонро, заҳмати инсонро, касбияти инсонро эътироф мекунад ва чунин қадрдонӣ мекунанд, инсон хеле хушнуду болидаруҳ мешавад. хуб, дар ҳамин ҷо суҳбати мо анҷом меёбад. бори дигар ба доктор Бахтиёр пеш аз ҳама саломатӣ, умри дароз, барор, комёбӣ дар корҳо ва дар ин ҷаҳони пуртаззод ки ҳеҷ кас бедушман нест ва хайрхоҳҳо ҳам хеле таассуф ки камтар мондаанд нисбати бадхоҳон. дар ин набарди зиндагонӣ ки тазоди зиндагонӣ таманно мекунам аз яздони пок ки пирӯз бимонед ва пирӯз сипосгузорам. бошед пайваста. шоду сарбаланду пирӯз бошед.